سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 23 دکبر است. حالا نگاه به گزارش‌های اصلی برنامه. امامعلی رحمان گفت معاش و نفقه زیاد می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان در حضور وکیلان از یک سال کار خود و اعضای حکومتش نتیجه گیری کرد. عادت‌های تاجیکان آنها را می‌کشد. تحقیق یک مردم شناس بریتانیایی درباره قانون بحث برانگیز تنظیم جشن و آیین. او گفت که میدانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. هم صاحب موی سر می شوید و هم در کشور باستانی سیر می کنید. لیره به قرب شده ترکیه صف سیاحان توسر را در این کشور بیشتر کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان از یک سال کار خود و اعضای حکومتش نتیجه گیری و برنامه سال آینده را اعلان کرد. ولی درباره حادثه های بدخشان و تنقیدها برای نقض حقوق آدمان چیزی نگفت. امامعلی رحمان روز 23 دکبر بیش از 2 ساعت در نزد وکیلان صحبت کرد. او بیشتر در موضوعهای اجتماعی از جمله معاش و نفقه مردم، تغییر اقلیم و تحریم‌ها صحبت کرد. برخی از کارشناسان میگویند اکثر موضوعات تکراری سالهای گذشته بودند. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی. ببینید چقدر کاری ثواب شده است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قریب 2.5 ساعت درباره کاری حکومتش دوام یک سال اخیر در نزد وکیلان حسابات داد. صحبت او در کل درباره دستاوردهای حکومت در دوام سال بود. از مشکلات کمتر گفته شد. رئیس جمهور پیامش را از وضع بد اقتصاد جهانی شروع کرد. از جمله در 5 سال اخیر تأثیر منفی برخوردهای گیاه‌سیاسی، نزاع‌های تجارتی، اینچنین پیامدهای تغییرآبی اقلیم با اقتصاد کشورهای جهان شدت یافته، یراق‌ناشوی با شتاب و آغاز مرحله جنگ سرد باعث قرار شدن نظام مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی بین دولت‌ها و به وقوع آمدن بحران جهانی اقتصادی گردید. هرچند امامعلی رحمان از هیچ کشور نام نبرد، اما معلوم بود که منظورش برخورد غرب و روسیه پس از جنگ در اوکراین است. تاجیکستان تا این دم درباره جنگ روسیه و اوکراین چیزی نگفته است. پرزیدنت هم در پیامش مشخصاً چیزی نگفت. تنها موقع همیشگیش را تکرار کرد که خواهان حل همه نزاع از راه گفتگو است. نکته مهم پیام پرزیدنت که شاید اکثریت در تاجیکستان انتظار بودند، بالا رفتن حجم معاش و نفقه است. علاوه بر این، با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی اهالی پیشنهاد می‌نمایم از 1 مارس سال 2023 مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود. از 1 ایول سال 2023 مزد مهنت کارمندان مؤسسه‌های معارف، علم، تندرستی، ساحه حفظ اجتماعی و استیپندیاها 20% زیاد کرده شوند. رئیس جمهور درباره چند واقعه مهم سال از جمله تحولات در بدخشان، بازداشت روزنامه‌نگاران، مناقشه در مرز با قرقیزستان و انتقاد درباره محدود شدن آزادی‌ها در تاجیکستان تقریباً چیزی نگفت. سخت اراده سیاسی همینقدر وانمود کرد که گویا معما نیست، مشکلات وجود ندارد. این همون گپای پیشینه معلوم نظام چیزای جدی در رابطه با تحولات‌های اجتماعی و سیاسی یا اصلاحات‌های اقتصادی وجود ندارد. یک شکل حساباتی حکومت است. در مورد اوکراین و روسیه باشد، همین موقع تاجیکستان بهتر است. همساله در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می کند. بعد پیام بعضی از اصلاحات صورت می گیرد، ولی در عموم افزا به طور چشم‌رس تغییر نمی کند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان بحث‌ها درباره قانون تنظیم رسم و آیین ادامه دارد. این قانون که مراسم‌های زیادی مذهبی را منع و برگزاری جشن و عروسی‌ها را محدود کرد، طرفدار و مخالف زیاد دارد. ایلینا باریسова یک مردم شناس از دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در تاجیکستان رسم آیین‌ها و تاثیر قانون به زندگی مردم را تحقیق کرد، به این خلاصه آمده است که قانون تنظیم مناسبت بین عائله‌ها را دشوار و به خودشناسی آنها تهدید می‌کند. طاهر سفر در یک مصاحبه با مردم شناس از او پرسید که چرا چنین فکر دارد. آنچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفه‌شان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بی‌ضابط است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. شما در تحقیق خود میگویید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین عائله ها را دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند. Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия. میتوان گفت که رابطه‌های بین دو عائله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد براران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دو راه می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خویش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. Но я все равно обиделся, что меня не пригласили. بیننده عزیز، صحبت مفصل ایلینا باریسова روز یکشنبه در وبسایت رادیوی آزادی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. در 2 سال گذشته لیره ترکی نزدیک به 70% قربش را از دست داد. وضع ناگوار اقتصادی به فایده آنهایی شد که میخواهند موی سر شینانند. نرخ عملیات مذکور در ترکیه هم پایین رفت و طلبگاران موی سر را به مراتب بیشتر کرده است. مسئولین مرکزهایی که این عملیات را میگذرانند میگویند به آنهایی که برای موی سر شینانی به ترکیه میآیند همزمان خدمت رسانی‌های دیگری سیاحی مثل تماشا در مکان‌های تاریخی این کشور هم پیشنهاد می شود. گزارش میرزانبی خالقزاد در این باره است. سالهای اخیر بی قرب شوی جدی لیره ترکی اقتصاد این کشور را زیر فشار بزرگ قرار داد، ولی در عین زمان باعث رشد قابل ملاحظه عملیات مویسرشنانی در این کشور شد. مردم خریدن مواد غذایی را کاهش داده است، ولی برای شناندن مویسر پول پیدا می کند. در فرودگاه استانبول هزارها سیاح خارجی را میتوان دید که عملیات جراحی را پشت سر کرده به خانه برمیگردد. بر پایه معلومات اتحاد شرکت‌های توریستی ترکیه، تنها در 6 ماه اول سال روان بیش از 9 میلیون سیاح خارجی به ترکیه برای شنانیدن مویسر آمده بود. پیش بینی می شود که سال 2022 ترکیه از حساب جراحی‌های شنانیدن مویسر تا 2 میلیارد دلار فایده به دست آورد. طبیبان کلینیک‌های زنتی استانبول هر روز عملیات جراحی مویسرشنانی اجرا می‌کنند.
شهروند آلمان هوگل برای تفتیش نتیجه جراحی که 40 روز پیش دایر شده بود به استانبول آمده است. او که در رسانه اجتماعی ایفای وظیفه می کند و شناندن مویسر را عملی عاقلانه می شمارد. در اروپا مویسرشنانی بسیار گران است. اکثر شرکت ها و کلینیک ها برای این عملیات 10,000 یورو می گیرند. اما در اینجا نرخ مویسرشنانی 2,000 یورو می باشد. مواد، دارو، صفت کار و عملیات فرق ندارد، ولی در استانبول ارزان تر است. نرخ ارزان از حساب دارو و کاری ارزان در ترکیه حاصل شده است. از اینجاست که سیاحان از اروپا، خاورمیانه و حتی امریکا به ترکیه برای مویسرشنانی می آیند. کارافتادگان می توانند که در دوره تعطیل مویسر شنانند. عملیات همچون بسته پیشکش می شود که آن بر علاوه شناندن مویسر خرج انتقال از فرودگاه به کلینیک تماشای استانبول را هم در بر می گیرد. این جراح 17 سال این جانب در کلینیک مویسرشنانی کار می کند. به گفته او سال 2021 لیره ترکی 40% و سال 2022 30% قربش را از دست داد. ولی در همین حال توجه به مویسرشنانی درآمدی آنها را 2 برابر افزایش داد. این جراح می افزاید مویسرشنانی عملی نازک بوده، تجربه کاری طلب می کند و افزایش طلبات به این نوع جراحی باید توجه حکومت را به نظارت کلینیک‌های مویسرشنانی و خدمات پیشکش شونده در این گونه طبابتگاه‌ها بیشتر کند. جورابک مرودوف آوازخوانی سرشناس تاجیک هنرمنده که چند نسل در زیر هوای سرودهای او بزرگ شدند فردا 80 ساله می شود. 60 سال اخیر آوازخوان روی صحنه است. هنرمند معروف زمان وارد میدان سیاست هم شد. او وکیل پارلمان تاجیکستان بود، اما تمام این سالها چیزی او را از راه نگرداند. رادیوی آزادی درباره زندگی و فعالیت هنرمندی محبوب یک فیلم مستند آماده کرده است که پاره از آن را حالا همراه می‌بینیم. در تمام جهان، در هندوستان و پاکستان، در افغانستان و در امریکا و اسرائیل و آلمان و فرانسه تاجیکستان را از جمله برای ترانه‌های شما میشناسند. این لحظه از مراسم دریافت جورابک مرودوف هنرمند سرشناس تاجیک جایزه مخصوص در جشنواره ترانه سال است. جورابک مرودوف هنرمند مردمی اتحاد شوروی که به سن 80 رسید 60 سال اخیر روی صحنه است. خوش روی خوش منظر بود دیوار بامی تاجیکی چون لفظی دل برنا همین 60 سال بعد 60 شب ایجاد کردم من. شب ایجادی شیر و شکر با استاد زاده با لایه با چند کس مثلا این چیزا بعد نوا بر نوا حاضر کردم من این حاضر چیزا سردای نو بسیار است. برای حافظ دور برفتم مثلا تهران، کابل، قراچی، دهلی، 15 جمهوری تمام ویاش با امریکا، اسرائیل کنسل کردیم. همین جوانه میخوام که کنانه میکاره بعد تاجیک میشناسند. جورابک مرودوف در طول 60 سال بیشتر از 2000 ترانه سروده است که مؤلف 450 آهنگ خودی اوست. اما برای رسیدن به این قله هنر در آغاز مکتب پدر را گذاشته است. شکل پوره فیلم مستند برات یوسفی درباره 80مین سالگرد جورابک مرودوف فردا در سامانه آزادی و آزادی ویدیو در یوتیوب تقدیم شما می شود. و حالا با یک خبر. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان از ساکنان این کشور خواسته است که موقتا از سفر به تاجیکستان خودداری کنند. نمایندگان وزارت روز 22 دکبر دعوت را به ادامه چاره‌های محدود کننده سفر شهروندان قرقیزستان به تاجیکستان پیوند دادند. تاجیکستان و قرقیزستان که بیشتر از 30 سال باز نمی‌توانند بخشی از قلمروی خود را تعیین و نشانه گذاری کنند، از بهار سال 2021 به این سو سرحد خود را بر روی یکدیگر بستند. بیننده عزیز، تشکر برای همراهی. برنامه رو اینجا به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های نو و تازه رو از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما پیگیری کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.